درود، علیرضا هستم و اینجا هم کانال ترسناک خودتونه. اگه دنبال ویدیوهای ترسناک هستی دکمه سابسکرایب پایین رو توصیش کن تا اگه ویدیوی ترسناک جدیدی گذاشتم اول از همه مطلع بشی. امروز هم 8 تا ویدیو به شدت ترسناک و جذاب واسهتون پیدا کردم که با هم دیگه دور هم بشینیم نگاهشون کنیم. اگه یه ذره صدام خش داره شرمنده چون سرما خوردم. لفتش نمیدم. اگه آماده هستید بریم سراغ ویدیوهای امشب. این کلیپ رو دوربین مداربسته تونسته ضبط کنه از یه موجود بی جسمی که رد پاش داخل حیاط افتاده. لحظاتی که ویدیو شروع میشه دقیقاً اونجا که الان واسهتون دارم با موس نشون میدم میتونید یه اورب سفید رنگ رو ببینید که روی هوا معلق ایستاده و اگه اینجای تصویرم با دقت تماشا کنید میتونید این خرگوش رو هم نگاه کنید که وسط حیاط هستش و اگه خیلی با دقت‌تر دور اطراف این خرگوش رو دقت کنید میتونید جاهای پای رو ببینید که داخل حیاط جاش مونده. خیلی‌ها توی این کامنت‌ها اشاره کردن که این جای پای که مونده امکان داره که جای موجود اسکین واکر باشه، ولی خب ممنون میشم که نظر شما رو داخل کامنت ها ببینم. یه لحظه خودتون رو بذارید جای این دختر خانم. فکر کنید که با رفیقتون داخل یه اتاقی مست هستید و تنها و دوستتون داره با گوشیش از شما فیلم برداری میکنه و یه اتفاق عجیب میفته. حالا بریم این اتفاق عجیبه رو با هم دیگه ببینیم. It's fun. What? What? What are you doing? Did you not hear that? No. Are you sure? I can hear that. ویدیو با رقص های این خانوم شروع میشه و یکم که از روی ویدیو میگذره میتونید آینه رو ببینید که به صورت عجیبی تکون میخوره. خانومی که در حال ضبط این ویدیو بود حتی خودش هم متوجه نشد و کسی که داشت میرقصید هم متوجه نشد و تازه بعد از دیدن دوباره ویدیو تازه فهمیدن که چه خبر بوده، اصلا چی شده که این آینه تکون خورده. این اتفاق امکانش هستش که بیفته اگه شما بچه‌تون رو به حال خودش رها کنید که ساعت 4 صبح بشینه تلویزیون تماشا کنه. همچین صحنه ترسناکی بعید نیستش که اتفاق نیفته. خوب با دقت رو فلش قرمزی که روی اون راه رو اشاره میشه نگاه کنید. اگه نگرفتین چی شد اینجا رو با دقت تماشا کنید. اون راهرو که اون گوشه از خونه قرار داره یه روحی بعد از 5-6 ثانیه اونجا ظاهر میشه و بی حرکت وای میسته و این بچه که روی مبل خوابیده بودش متوجه این موضوع میشه و سر جاش بلند میشه و سریع اون منطقه رو ترک میکنه و میره پیش پدر و مادرش تا از دست این موجود ترسناک جون سالم به در ببره. این کلیپ از یه لایو استریم یا همون پخش زنده خودمون به دست اومده. زمانی که این مادر و بچهش در حال اجرای پخش زنده بودن این بچه که توی بغل این مادر میبینید حرفای عجیبی وسط لایو میزنه. بریم این کلیپ رو واسهتون ببینیم و جای مهمش رو واسهتون ترجمه میکنم. We're gonna be back in 5 minutes. اینجا بچه گفتش که من میترسم. All right,
before you go, say Happy New Year. من میترسم. Of what? من میترسم. Of my own life. There's not a ghost, you psycho. Did you hear that? She said she's afraid of the ghost. Where's the ghost? یه روح میبینم. یه روح. Where's the ghost? Show mommy. Point to it. You're fine. Where is it? Point. Is it over there? Is it over there? Is it over there? Where is it? Where's the ghost? Where? مادرش بهش میگه که نشون بده که کجاست و این دختره میگه که فقط روح. It's not. What's the matter? اینجا دیگه میزنه زیر گریه. Okay, come here. Do you see what I deal with? اینجا این بچه به قدری ترسیده بود که هی داشت مامانش هشدار میداد که من میتونم یه روح رو ببینم، ولی متاسفانه مادرش هرچی که این بچه بهش میگفت پشت گوش میندازه. و بعد از اینکه یکم ویدیو جلوتر میره میتونید ببینید که این بچه از ترس میزنه زیر گریه و اینجا دیگه مادرش نگران میشه. ولی هر چیزی که این بچه تونسته ببینه به شدت چیز ترسناکی بوده که وادارش کرده که گریه کنه. بچه‌ها این کلیپ داخل یه خوابگاه ضبط شده. وقتی که چند تا از دوستان داخل خوابگاه در حال خواب بودن، از خواب میپره و متوجه میشه که یکی از رفیقاش به آینه روبروش خیره شده. و این پسرم میگه چیکار کنم چیکار نکنم، گوشیو میگیره دستش فیلم برداری میکنه. و اینم ویدیویی که تونسته ضبط کنه. حالا به چی نگاه میکنن کم جلوتر متوجهش میشه. همونطور که دیدید زمانی که دوربین رفت روی در یه خوره میتونید یه صورت یه بچه رو ببینید که از پشت در به این جوانها خیره شده و زمانی که در هم باز میشه هیچ چیزی اونجا نبودش. به نظرتون کجا میتونه رفته باشه؟ هیچ راه فراری نداشته که بره. میشه گفتش که این یه روح بوده که داخل اون کمد قایم شده بود. رفقا این داداش گلمون که توی تصویر دارید میبینید واسه کمپ زدن به یه جنگلی رفته بوده و بعد از اینکه کارش توی جنگل تموم میشه و کمپ میزنه و لذتش رو میبره، با ماشینش در حال برگشتن به خونش بوده و متوجه میشه که یه چیز تاریک دنبالش کرده کل این مسافت رو. و این داداشمون هم فرصت و غنیمت دونسته و از چیزی که با چشمای خودش دیده فیلم برداری کرده. اینجا داره توضیح میده که چی دنبالشه و زاویه‌اش رو عوض میکنه، زاویه دوربینو، تا ما هم ببینیم چیزی که این داداشمون داره میبینه رو. اینجا که میره نزدیکتر، همونطور که دارید میبینید یه خانومی با موهای بلند و لباس خونی دقیقاً کنار جاده واسطاده. کی میتونه همچین فکر رو بکنه که زمانی که داره از یه جاده رد میشه با یه همچین چیزی مواجه بشه؟ من نمیدونم این داداشم با چه جرأتی داشته فیلم برداری میکرده. من که بودم اصلا همون لحظه که میدیدمش پامو میذاشتم رو گاز از اونجا فرار میکردم. اگه تا حالا یه روح رو خیلی واضح ندیدید، این کلیپ رو یه جستجوگری ضبط کرده که به یه خونه مخروبه رفته بوده و با دوربینش تونسته از یه روح واقعی فیلم برداری کنه. این گروه زمانی که داشتن با هم دیگه صحبت میکردن در مورد اینکه این خونه از چند تا اتاق تشکیل شده و اینا، ما بین صحبت این تیم میتونید یه روحی رو ببینید که از سمت راست خونه میاد و ظاهر میشه و معلق بر هوا میره و از بالای سر این خانوم رد میشه و این صحنه ها رو دوربینای مداربسته تونستن شکار کنن از این روح. این روحی که الان ما داخل این تصویر داریم میبینیم امکان 99% وجود داره که این خونه مخروبه رو به تسخیر خودش در آورده باشه.
ویدیو از ردیت اومد. یه شخصی که صبح پا میشه و میبینه که پارکینگ خونش به هم ریخته است خیلی متعجب بشه، چون حالا همچین چیزی ندیده بوده که پارکینگش به هم ریخته باشه، در صورتی که هیچکس اجازه ورود به اون پارکینگ رو نداره جز خود این آقا. صبح پا شده و این قضایا رو دیده و رفته دوربین ها رو چک کرده و با این صحنه ها روبرو شده. خب اینجا ویدیو شروع شد، ولی اتفاقی که افتاد چی بود؟ همون لحظات شروعی ویدیو میتونید چند تا اورب رو تماشا کنید که اول از همه روی هوا ظاهر میشن و بعد از گذر چند ثانیه میتونید این روح خیلی توسی شکل رو ببینید که از داخل جنگل به بیرون میاد و به سمت چپ میره. ولی واسم خیلی جالب بودش که جثه‌ای که داشت خیلی بزرگ بودش. مثلا چطور بهتون بگم، خیلی گنده‌وک بود، همونطور که خودتون هم حتی دارید میبینید. یه روح کوچیک نبوده، خیلی روح بزرگی هم بود. رفقای عزیزم، ویدیو به پایان رسیده. امیدوارم که تماشا کردن ویدیوها لذت برده باشید و طبق روال همیشه واسهتون آرزوی سلامتی اول، جیب پر پول دوم و حال خوب دارم و شما رو به خدای متعال بزرگ میسپارم و توی ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا پاینده و پیروز باشید. خدا نگهدار. قبل از اینکه بری اینجا 2 تا ویدیو ترسناک میاد که میتونید تماشاش کنید.